بانو واجهان سلام و درود. مرچی میں گپوتران برنامه اولی برنامه نوکین سال 1404 ما پیسر چهار چیزی نوکین سالا شما را مراد باد باشیم و انچو بهارگاه پا بلوچ معلوم که مرچکین برنامه تو که ما در رابطه با سالی که گوست بلوچستان به هر حال چون یه سال بلوچستان هم در رابطه با نقض حقوق بشر و مسائلی که هستند، هم در رابطه با برای مبارزاتی که بلوچن کتن و امیدواری که بلوچن پاوتی آزادی و وطمستری به هر حال استودی میبرگاند ما ایشان بررسی کنی. مرچی برنامه ما را واجه رحیم بندوی امراهید و در ادامه یه برنامه حتما واجه ناصر ولدی هم گما امرا بید. اردوین بلوچستان استمان گل باسکو سروک و امراهند که گما مرچی یه برنامه امراهی کنند. واجه بندوی و شاد که برنامه ها پیسر چهار چیزی ما شما رو نوکین سالا تبریک بشیم و ایشون که شما در رابطه با نوکین سال اول گپ بجنه و در ادامه ما شما را و جستان در رابطه با دیگه مسائل پرسیم. منم همچون جان جان تی خدمت دردانگی گندوکان و برال اشکونکانی خدمت سلام عرض کنم و همچون شما هم اشاره کد برال هیچ چیز ماندگار نه، همه چیز در حال به قول معروف شدنه، در حال تغییر و تحول و همین دوله هم هر سالی موسم هم بدل بیاند. برای بهارگاه یک موسمی است که به شکل خیلی چی باشند طبیعی است که روچ شپا برنده بی، اما به قول معروف باشند که نور و تاریکی که نور تاریکی سبکن سرابزل بیت و دیما روان بیت و پمی خاطر هم گندگی که اصلا جهان هستی طبیعت هور مخصوصا جاگانی که هور وش بیتن البته که گندیم بهار سبز بی بهار رودی و تمام پرندگان و چرندگان و انسان و موجودات زنده کلان هرچی که هستن توشان گلو شاده بند پچیه که زند یک نوکترین امیدوار کننده ترین وری و تار پیش داری تو به همین خاطر هم دو چیز گلو شادانه بند توشان. نو به همین خاطر من هم دراهین گندوکان و چاروکان نوکین سالی بونگی جا تبریک عرض کنم و امید که برحال یک بحثی سالی ببینید تو انسانانی مخصوصا معاشره ملکیت مصیبتانی که هستند گرفتارند، حکومتانی ارو جنجالانی که هستند توشان و خاص طور معاشره بلوچ که بودن چهار نیمگا لط ورگند متاسفانه. امید که برحال یک شرایطی پیش بیاد، یک حالی پیش بیاد و حالی پیش یارک ببید، یعنی مردم وقت باید جوه بکنده که این سکی سوریان کمتر ببند و کمتر بوان ببند و همه بابتشی بهترین فرصتی است که مردم ویتی آرزوانه نیکی آرزوانه درشان بکن. ولی متاسفانه بدبختی گپیدانند که گندگی ماشپیا مشکی برات گوهارن که دیگر دول و دیگر وردیا اما یکی حالت است بلی بود برال یک شکلی دیگر رو اینگو مشما مغربی بلوچستان پانت یک وردی دیگر حاکمانی ظلم و ستمانی دستان چیرایند و او دانم بجنگین گپی که زی 3 نفر شهید کنک بوده کوتیتا و رندا آیانی کود سبک مظاهره کنک بودگن تو سیدانی برال نشته بودگن بوده گوتی همه سین شهیدانی پیکر یا همه جسم پاکی که بودگش نشته بودگن که بودن ویتی اعتراض مدنی یا ویتی سیویل کمپین ادامه بدهند دیگه هیچ وقت این کاری دیگرش نکته بوده. ولی گندگی که برحال پدام بودانی پلیس بودانی آرمی بودانی نیروهای امنیتی بچه که متاسفانه ماشمی هر دوکیم یا هر سین بلوچستانی ٹوکرانی تها رنجشیه که انگریزانی مرز و باردر کشک بودن توشان هر سینا به هر حال لگتی چیران متاسفانه هیچ کجا یک ویتی مستری ویتی راج مستری دستان نهند و به همین خاطرند که بلوچ جهد کنگند هر کجا هر سین ٹوکران جهد کنگند بتوانند ویتی راج مستری یا حاکمیت ملی یا نشنال ساورنتی دست بیارید که به هر حال گندگین که او دا مشکی بلوچستانی تا هم نظامی جهدکار هست و هم سیویل کمپین یا به هر حال مدنی صاحب جهدکار هم هستن توشان که بانوک محرنگ بلوچ و کلن مشکی بلوچستانی جنینانی جهد خاصن کلن او دا ماشین مشکی بلوچستانی تا راجی جونز سک دیماشته راجی جهد سک دیماشته پچیه که چهما 1948 تا که
پاکستان ارتش یا پاکستان آرمی گو انگلیزی کمک او دانه را گفت و هور کرد که پاکستان چما اولی روچه که ماشما درست هم زانی که ماشما اولی شهید هم بودن رند چشیه که حاکم مهراب خان در واقع شهید کنک بوده که جنگی تا رند همی رزیست واجب بندوی شما توار متاسفانه قطع بید جی شما توار هستن بلی توار نه من با دو فون ببستی متاسفانه نبستگم شیم فون کنم می توار بنده بیده جی زنده بود نو باید همشید که واجب نوروز خان اولی شهیدی بود که بودن کماشترین و اولی شهیدیت که بودن پاکستانی آرمیان در واقع بازی داد قرآنی سر بازیش داد و برای شهیدش کنن تویشان بی انگوری تاریخچه یک کم که متفاوت نسبت به ماشین مغربی بلوچستان تا برای مغربی بلوچستان تا هم جهد بوده سک باز که پوتی حق حقوق دسته بیارن تویشان ولی اینگو دیگه بڑی و آنگو دیگه بڑی نوشید که یک همچین شرایطی تا یک همچین حالتانی تا سک بجلیگ مردم سک پدرد مردم بجای شی که سب نوکی سالی بونگیج مردم گل میبی شادام میبی گندگین که بعد از ماشو بلوچ مجبورین که اوتی درد و گرفتاریان بیماری نو آیانی تا چی بینشن شید که کلن ماشما بلوچ به این زودیان به این گوستگی زودیان وشین و شادین روچ ندیسته بوده و مجبورین که یک رزیستنس یا مقاومتی برحال بکنیم به اوتی حقی به دستی آرگا و خاص طور هنو گندگی ماشما که ماشین مشرقی بلوچستانی تا سیویل کمپین یا ما مدنی جونز یا مدنی ساب که رزیستنس و مقاومتی که هستند جهدکارانی که خاص طور او دا ماشمه بلوچ مات و گوهاران ماشمه جنین زهگان بودن در واقع پیشگامند پیشقدمند و او دانی جنزه رهبریش دسته گرفته میشن که ایشی دنیای تا جکسته و ایشی په بلوچ راجع واقعا یک مزنی افتخارین سکی مزنی واقعا شی پهرین په بلوچ راجع و ادانت که این مشکلی که هنو پیش یحته او دا کویته تا که او دا نیروهای امنیتی و نظامی سبکن شتگن تو او دا شانی که امن طور پر امنی سبکن بدونش یک مشکلی دیگه دولیم پیم بکنه بس همشی لورتگش که اوتی تواره اوتی کوکار برسیند پا آیانی که قدرت دستنتش حاکمانا که گندگین که بودن جنگو چوپک بودتگن تو هنو همشن که برال گفته و بند کنک بودتگن و ایشی یک وظیفه سکی ماشما دراهیم بلوچانی هر کس هر بلوچی هر کجا هم که هستن چه اروپای در نظر بگیره چه برال ماشوی مغربی بلوچستانی تا مشرقی بلوچستانی تا شمالی بلوچستانی تا این ضرورت است که همین دولا مدنی سابقان وڑا بدون شک سابقان خشم و غضبی و چستیری ببیتن توشان وتی مخالفت گویی کاری که او دا پاکستانی نیروهای امنیتی نظامی جهدکاران سرکنگان و همین دولم این ماشوی مغربی بلوچستان هم هنچوشند و شمالی بلوچستان هم اخیرا هم هنچو بوده و امیدوارم که برحال به یک شکلی این همبستگی پیش دارد ببیتند که فرق نکند بلوچ هر کجا بی وادی پوتی حقا مدنی طور خاصا پادیت و ویتی مشکلات آن گوشگند و ویتی خواسته آن لورتگند که ویتی دیاز آن مطرح کنگند توشان باید پشتیبانی کنک بان و من دلجمان که اروپایی و نظام و برال هر کجای دیگری که جهدکارانی که هستند و انسانی حقان سر جهد کنگند سازمان ملل تو در نظر بگیر اما یونایتد نیشنز حساب بکنین ایشان و برحال دیگه دموکراتیک کمیونیتیزی که هستند شان درستان ضرورت هست که پچوشی جهد کنوکانی حق و حقوق انصاف کنه که باید پاد بیاند باید چست بند حوری گو همدیگر پاد بیاند و توارا برز بکنند خاص طور بیال مکنی ماشما که بخاطر همین جهدانی که ماشمی جنین زهگان و همراه و مردین زهگان و دا مشرقی بلوچستان تا خاصا کرده بوده و گندگی بانو محرنگ بلوچ به عنوان یک کاندیداتوری یک نامزدی برای
نوبل پیس پرایز در واقع نام نویسک بودوشان شکشی سک مهمند که این توار باید دنیای تا بجکسیته همه دولت پاکستانی حکومت مارنگ بلوچ کراچی ایرپورت تا جلت و داشتش نهشتش که بروتن پا نیویورک پا پرایزی که هشته کتش آجایزه که داته کتش برو بگیرتی شام بنیالت واشنگتن پوست یا تایمز برای لیکن چیز هشته کتش بودم که آیه گرگ بود ایرپورت و دارگی سبب بود که بلوچی توار بلوچی کوکار سخت گشتر دیما برود به این خاطر که جهان سرپدند الان دنیا الان زانتند الان قدیمان زمانه نه که دولتان رادیو هست تو تلویزیون هست تو روزنامه و اخبار هست که شان سب پخش بکنن تو بدن تو هر چی که دلش بلوچی سنسور بکنن تو محلت که حقیقت گوشک ببین این زمانه تا هر چون که ایرانی دولت و پاکستانی دولت اینترنت که یک ابزار یک وسیله پیش یک مردم بتونند حال اولا هم دیگر برسیند اشاره گرم بنده کنند بله پدا بای وجود هم حقیقت چیر نویتن و حقیقت ییتن درای بیتن و او ده همه ظلم کنوکانی صاحب که بدنامی نام بدنامتر بیتو رسواتر بند تو مانندشان چی یک مزنی وظیفه یک مزنی عقده ماشمت دراهی بلوچن تا هر کجا که هستی همراه گویدگه دموکراتیک گویدگه صاحب که حق طلب و حق پرستی مردمانی که هستندشان همراهی این ستم و ظلمی که بلوچستان سر بوگه مشرقی بلوچستان و مغربی بلوچستان و شمالی بلوچستان به یک وڑی دیگر شان باید ماشما پشتیبانی بکنی خاصا ماشما بلوچی که این گوی آزاد ملکانی تا هستی انتظار سک باز گشتره و خاص طور منی گپ ادانه که سوشل میڈیا تا سک باز مردم چی ایرانی بلوچستانی تا داخل ببید چینگ و اروپای تا ببیدن هر وقتی که یک چسویی جهدی این مغربی بلوچستانی جنینانی باره بیتن تو شام باز کس پاده آیان تو گوشن شما ند بگویدن که بحرانگی سرک چیه کنگه امیدواریم که همه محلوک و همه مردمان همراه تمام جنین و مردینی که هستن تو شام به این حق کشی و به این ظلم و ستم که گفتم محرنگی سر گوتوشا پاد بیاید مترسند که نظام ایران حکومت ممکنه شان بگیست بند جیل بکن یا این گوی اروپایی کشورانی تا که این گو خوشبختانه هیچ کس به اعتراضی که مدنی بلوچی بکن نگرد جست پرس نکرد ندارند درست بله حتی اگر این گو هم یک کاری کنک ببیتند که مجبور به یک ایدر بگرند باید که مردمان بوشتند حسابی سره اگر ما شما بلوچ متوانیم به شکل مدنی همین دولت بانو محرنگ کتگو کنگه متوانیم بکنه من فکر کنم معاشره بلوچی نام توار ای آوکی دهانی سالان تا 40-50 سالان تا همه دولت که معاشره دشمنان بیوتن معاشره هم نام و توار پشت نکپی و تنها چیزی که مانید همه دوباره که در واقع معاشره همه کسانی که کبرانی تا عالم وابطه که همانه که معاشره رو دوبارند که تچی شما نتوان توی چی بودیم بازانه که دشمن سخت قویه دشمن سخت ظلم و ستم کتا کو کنگین توشان بله حالا هم ما باید که فوتی حقی پس جنگا باید متحد ببینیم بوشتی و مترسی کم سے کم این مدنی مبارزاتانی تا انتظار است که هر یک بلوچی باید تا آستین کم بلانچی تو همراه بفرق نکن جنین ببین یا مردین ببین بادی همراه داری کنگ ببین اگر چون ببین بودا دلیکین باید ببین ولی خوشبختانه الان امیدتان برزاره بکن همچون که الان نیوکین بارگاه یا حتی نیوکین امیدی پس زنده دراهی موجودات زنده هستیم تو شام ماشما بلوچان هم باید که هم گویی حساب کن نیوکین سالی که حتی نیوکین بهاری که حتی نیوکین موسمی که حتی امیدتان گشترن همین دولت پوتی راجی حق حقوق هم باید امیدوارتر ببین و باید اوتی جهدان گشتر بکنه زندگ با واجه بندوی ما در ادامه گشتر شما را در رابطه با مختلفین تحولاتی که گوستگی سالا بیتیگم و دیمی سالا حتما جست کنیم واجه ناصر بولیده‌ای هم گوم برنامه همراهیت واجه بولیده‌ای بلوچستان استوانگل سروک باشد که برنامه شما پیسر چهار چیزی ما نوک سالا شما را هم تبریک بشیم و این که شما برای وقتی ارزیابی در رابطه با یه سالی که گوست بگوشید و اینکه یه سال به نظر شما هم برای اما نقض حقوق بشر و مسائلی هم هستن و ارزیابی بگوشه و همیشه که شما مبارزات یه سال تو که چون دیدن و آیا یه مبارزاتی که واسه سال تو که بلوچ راجع دیما برتن امیدوار کننده تن یا ضعیف تن
سلام همید باز باشون همید بهار ترا هم تبریک بشون میتیم باشیم بهاری بیتیم پتا و همید واجه رحیم ها و باز باشین که دم پدا گفتران و هم دیگه رو بریم و همید با نوکین بهار و نوکین سال تمامی بلوچ مردمانی که خواسته ایران خوب بر اساس سال ایرانی رو متین تبریک بشون و میتیم که باشین سالی بیتن و باشین بونگیجی بیتیم پر درای مردمان. متاسفانه سال هنچون که رینجان اشاره کرد پواشی بونگیج نبود و هنچون گندگی چه کارانی حکومت هم بشه بلوچین سرا انجام دیگه چهار نیمگا بیتین باشی بلوچ خوب متاسفانه چهار نیمگا ظلم و زور دست شیران ایران خوب مشما 20 سال که تمام باگه چین چو بلوچ اعدام کنک بیتن چه ناامنیان حکومت ایران اگه بلوچستان تو کجور کتا ایران حکومت کوشش کن که دیگه جاگا مردم ها امنتر از زندگی بکنن ولوادی که بلوچستان که هموطنی ناامنی کردند و هم متاسفانه یک شرایط یک جاوری جور کردند که هر کسی بلوچستان مردمانی به سلام مال و منال چیزی هم هستند تا بیتند که بلوچ وقتی ملک تو که آرام ببی ما شزانید که بلوچستان تو که بازین دیگه مردم چه ایران دیگه جاگایت کردن زندگی کنن بله آیان سران تصادفی بیتند آیان یکی سوختبری صاحب کشیدند آیان یکی دیگه صاحبی هدام کانتنت نهایان دیگه هیچ تابین دوزی گورگیت بلوچستان ورنه بس ما بلوچ نیک بیت ملک تو کا یا حکومتی که یاد کا و بلوچستانی اشغال کتا بس بلوچ کشیدند و یه خو مسلمان ما دیم رواگی ما نسل کشیم بلوچه به اصطلاح جنایت علیه بشریت و این چیزی که سازمان ملل را هم یه گپ نگام و چیزی که مثلا کمیته حقیقتیابی وشانتند آیم سر تحقیق کتا که جهانی بلوچستان و کردستان ایران حکومت یک جنایت علیه بشریت انجام داده کرام اگینست هیومانیتی بوده بله خوب شیعه پدا منطقه بگوشیدند که نسل کشی بوده چون گشته شیعه گندگند که بلوچ فقط به صلاح مردم اعدام کنک بودند در حالی که ایران نه جنایت علیه بشریت شید که تو به صلاح چون مردم ها بکشل دیگه شرایطی هم هستند ولی بلوچستان تو کار نسل کشی بگین ایران حکومت واقعا بلوچستان همچون نامنوبی که بلوچ بود زندگی مکانت بلوچ در بکپیتن و چه دیگه جاگا مردم بیاریتن بلوچستان کامل بدل بید دیگه بلوچستان ما بیتن ندان نامی مکران بیلن سیستان بیلن دیگه هر نامی مثلا آیان بیلن تی مثلا گشتر کوشش کنه که مثلا ساحل مکران بگشانتن یا که مثلا دریا پدا عمان گوشن بله ساحل گوشن مکران میشه بلوچستان ساحل این تمامی حکومت ها پاندلیان که مش بلوچین سری ساختگن بله خب امیر که مشبدیست که سازمان ملل های کار انجام دادن تی کارانی است که بلوچستان هیومن رایت گروپ و همیدا با متحد مردم بلوچستان و همیدا با بلوچ دیگه سازمان ارگانایزیشن ها همیدا بیون پیو هم باز کمک کوت و دیگه گروهانی که بودند که بتونیم سازمان ملل اطلاعات مردم دقیقاً بداتیم بلوچستان باره امیدواریم یک کار ادامه ده گفتن و یه شهرین دیم رویه تشک مپیسرا واشته بلوچستان تو که جنایت علیه بشریت بدیم بازی گروه بشری ایرانی هم سر مخالفت کرد نسل کشی هم مخالفتش کرد آخر رند 2023 دسامبر که دیوانی که لندن هست ما رنگ ودانتیم بودم و دیگه ایرانیانی که هستن تا پیسرک مواشته ایران نسل کشی بگیم پس نسل کشی گپ شید که گروه آوادی آ جنایت تمامی آن مردم سر تقریبا کشور سر بیته که مثلا وادی که ما چیه بگوشه نورنبرگ به صورت ترایل یا به صورت دادگاه نورنبرگ که برای ناتسیان بودن بوده گپ همشیت که نسل کشی بگیم که جنایت علیه بشریت بگیم اگر تو بگوشه که نسل کشی بگیم یعنی تو بگوشه که یک مردمانی دیگه که هستند خارجشی که مثلا با حکومت وره نه که عادی مردم بله بگوشه ای بله آینی که نویسنده اند آینی که خبرنگارند آینی که کارمند معمولی اند یا اساسا ملت تمامی مردم به یک شکلی بشک بنده که جنایت مهاری تو چون اجازه شده جنایت ببیته ادانید که بازی رو بگذارن قبول کنن بلوه داشتی تقریبا قبولش کو تا در حال که بلوچستان تو که نسل کشی باشه نسل کشی طریقه بازن یکی همین که تو مردم بیکار بکنه محیط زیست شراب بکنه لوگانش بگیره جهانش بگیره بکشهش معلوم و جاوری جور بکنه کامبتونه و ملک تو که زندگی بکنن دیگه مردم بیاره دیگه مردم فایده بده این تمام بهره چه نسل کشی متاسفانه نسل کشی مشو جامعه تو که باگه و این سگ مهمه میداد که رئیمان بوده گشتید که ماشو بلوچ دیگه سار باد بکنین ما باید خاصه بلوچانی که نگاه گندگی مثلا یک دابی اطلاعات سپاه ورن کمک کنه آیانا که بلوچستان تو که نامی جور بیته تو میته چوتی کاران دست بکشند و تی مردم نمیگه بیان یه حکومت روگی هست بازی نمیشن یه حکومت می آخری سال نی برال انچ جنات اگر هم بمانیتی یه حکومت
دیگه چونه بھی کسی حقوق بداتے ہیں کسی حتی ما کامکین کاریاں گوی حکومت هم کن کاری بکنتی بعد ما بلوچ یک جا ببین و یک طریق دیم آورمی که یه بری دیگه همیدا وقت پیسری راندم ملک شو بحرکنک بوده آنگو ما را یکی کشیدین یعنی مگه ما بری کشون 3 دانه پی یکی پارس و پنجابی و پتان که هر نیمگا مثلا بلوچش گیر داده گد که واده مثلا هر یکی وش منیگی پداشت ندانم مدت یک مثلا یکی بلوچستان روی کافتی هستن روی درات کی هست شمالی هست پدادی که بلوچستان هم لوٹن گادی حکومت نزور بی ابھی هم بلوچستان بگیرن تو بدی بحری کنادی که بارا ادروستان شام فهمه دریا بوده یک دریای بلوچستان دیا بحری ورنش دیگه بحریات بلوچستان دریا لوٹاتے ولی دریای وهان بعد ما بلوچان به و به خاطر سخت مهمه ماش کار بکنی واسه این سال خب شهر سالی نبوده تاریخ نه لوٹیته بدین سالی بودت ولی خب یک چیز گنده بودت که بلوچ رومبش دیما رفته و حمید آبا به صلاح کارانی که ما تا از مردم وقت کنن تا دن ملک حمید آبا تو کا و حمید آبا که به صلاح بلوچ گروهن و بشریان یک کارباران دیما را واقعا تو میت انسان مرد روز بلوچ بهتر بودند من گشته شده وقتی اگر کام گرونو دیم طرف چاره دیگه تیجوسانی جواب بدیم زندگ باته واجه بلده واجه بندوی مپات شما نمیگه شما هر دو مهمان اشاره کد به اما مشکلاتی که داخل بلوچستان هستن و تفرقه که سپاه پاسداران و ایران حکومت ارد کردند حقوق بشری گزارش گذاشتن که 800 نفر گیش بلوچانی طایفه‌ای درگیریان کشک بیتک و همه گزارش گذاشتن که اکثر مطلق درگیریان گو اسلحه های مجاز اتفاق افتادن که ایران حکومت به یه طایفه و مردم دادند ایران حکومت وقت برای کاری کنه که بلوچ همدیگه بکشند یا اصلا منظور چه مسلح کردن مردم یک کشوری تو که سلاح غیر نظامیان دیگه ممنوعه بیشی چه معنی دادن بچه ایران حکومت بلوچ راجع یا هر کجا دیگری که چو بلوچ هم به عنوان غیر خودی به حساب آیدن تو کردان بگیری عربان بگیری برای همچین حالتیش یا ترکمنان هم بگیری کنچی شبیه همچه حالتیش هسته او دا همیشه کوشش کنن که به یک شکل دیما مروند تنچوک ماشما گندگی نزدیک یک قرن 100 ساله که مغربی بلوچستان انگلیس تحویل داد که ایران و چه همه زمانگا تا هنو به صرف همین خاطر که چون اشغالش کرده بلوچستان باور نکنگن و اعتماد نکنگن بلوچ سرا و به همین دلیل هم یک نگاه نظامی و امنیتی بلوچ محلوک سرش داشته فرق نکنه مشرقی بلوچستان و مغربی بلوچستان هم یکی حالتند هم یکی شرایطند و دیگه یک چشین نگاهی ببید یعنی یک نوع بی اعتمادی ببید پچک بلوچ مدام پوتی حقا تلوسته پوتی حقی حساب کن دستا دارگا و دستا گرگا که دستی شده جنزده کوشش کرده تلاش کرده و ادانید که این شرایط پیش یافته که یک نوع بی‌اعتمادی دو جانبه ببیده خب قدرت ماشمه بلوچانی دسته و نه قدرت حکومتانی دسته حکومتان چون نکنند ماشما را سعی کنند که از نظر حساب که اجتماعی چاگردی که هستند حدمنطق بدارند که سیستم عشیره‌ای قبیله‌ای قومی ایشی یک نوع سیستمی هست که واقعی گوستگی این قرنانی تا تو بگیر مثلا قرن 19 و همادیم بوده و قرن 20 دیمیدیم که دیگه سیستم داره چه دست داته گیشترین جاگان دنیای تا و تبدیل بوده که پیشی که جاگان به عنوان سابقه به جای ایشی که به عنوان رعیت ببین یا نظام به یک شکلان امت ببین تبدیل به شهروند بوده و متاسفانه بلوچستانی تا به شکل بسیار رسمی و جدی حتی گفتهانی که واجه هویدا هستند که نخست وزیر سابقا شاه زمانگه عباس خلعت بلی بگیر که وزیر امور خارجه هست بلوچستان ما یک سال پیش چه انقلاب که استاندارت ودانی بگیره یا حتی ایرانی سفیر هم که پاکستانی تابوته شد درست وقتی که مصاحبه کنه توسط واجه سلیگریسو اشان خیلی رسمی و جدی گوشگند اشانه ما بلوچستانی تاها نلوتیم آبادانی بکنیم و اگر قرار بی که آبادانی بکنیم مردمان جنده چه در کنیم برای جاگردی که بلوچستان پدگران آباد کنیم پچیه که گوشگند که ما را این طرز هستن که بلوچستان بلوچ یه باند برال بودی استقلال با کمک روسیه که پچیه آبادانش طرزه چه روسیه که یک سیستم مثلا
شوروی سوسیالیستی است و احتیاج به آبهای گرمی هم که قدیم هم بوده و به خاطر همین روسیه حساب که تمام پا گرمی آپا که ماشین حساب که بلوچستان آپا دریا بی و انگلیس عادتاً گو هم دیگر اما گریت گیم که هستن که این بلا ماشین بلوچستان سرای هستن تو نزان گولدسمیث دیورند لاین کشک بودن تویشا میاد توشی حالتی تاها شی کاملا طبیعی است که کوشش کنند که بلوچا به شکل ما پدمنتکتری چارچوب و نزان ساختاری که هستن بدارند و همه دانند که گندگی که یک کیر سپاه پاسداران نزانن کوشش کن پشتیبانی بکن تو اسلحه بدن یک کیر نزانن نیروهای انتظامی برای شکل متفاوت هم مثل همه دوره تانه توشان و اشاره به جان هم دیگه دور بدارندش پچی به خاطر همین خاطر که اگر هم یک اتفاقی بکپید به جای که حکومت دولت فردا را به عنوان یک شهروند همه جامعه حساب بکن و وظیفه دولت برای حق رسی و رسیدگی به حق حقوقی که ضایع بود تا طرف دولت باید برو پیگیری بکن متاسفانه نکنگن و به همین خاطر که حکومتان عمدنش نکرده و نکنگن خب بالاخره مردم بلوچن به یک شکلی مجبور به پناه ببرن جاگاه خب چه کسی بهتر چه هماوتی همخونانش باید مجبور به پناه ببرن که ایشی یک دردی سکین توهینید که الان ما به عنوان ما بلوچم باشی تاکید کنه که ما بلوچی واقعا اگر چنانچه ما شما همین پشتیبانیانی بچارین که صدها هزار نفری بوده مثلا بانک محرنگی یا همه بلوچ یک جهتی کمیتی حساب که درخواستان متوافق جمع به موتی اعتراضان کنم ما شما شاهدتین که بلوچستانی تا رنچشیه که با کودک ماهو این اتفاق که مورد تجاوز قرار گرفت ماشمه دردانگی بلوچان زاهدان و خاشی تاها به شکل نسل کشی واقعا کشک بودن بلواتارش محکم داشت به دلیل ایشی که یک حس ملی بوگی هستند ایشی یک حس ملی بوگی یک حسی که تو وطار یک زانه وطار بهربر نزانه این قبیله و قبیله ایزات و آزات نزانه شب نشانگر همین مثلا ما الان رستگیم پا جاگاه ما بلوچ الان بلی که ما فرصتان چه دست داد به خاطر دشمنان قویتر تنچما و نتوان تیویتار به عنوان یک ملت یک دولتی داشته ببین و وقتی که بعدش کرتینید که دولتان تهش قرار دادیم تحت تبعیض علنی و آشکار قرار گرفتیم به عنوان غیر خودیان این دولت ها چه مثلا پاکستان تازه یافته بی که چه هندوستانی بولکوت انگریزان جوریند و چه نزانه ماشما رو بگیره که پذیر قرار گرفت و دولت مرکزی سیستم شاهنشاهی پهلوی تا یاد به شکل نظامیت از گرفتش بلوچستان شان یک همچین شرایطی تا اشی سک مهمه که ما بلوچ اگر ادعای هستن که ما را یک تاریخی سکین دراجی ها ما را یک دود رویدگی هستن ما را یک همچین سابقا کردی بوده منطقه تا بوده که ماشین بلوچستانی تا حقیقت بلوچه حداقل چاکر و گوهرام زمانه که بلوچه حساب کنه این جنوبی بلوچستان هرگز هیچ دولتان مرکزی دستان نبوده چه ایران حکومت بگیره چه نظام آنگو هندوستان گانه بگیره چه نظام آنگو بهرال یک شکل دیگه بلوچه حساب کنه که مثلا افغانستانی ایرانتری و اخیرترینانی که به شکل یک سیستم شاهنشاهی دارد نبوده اینچو ولی متاسفانه با توجه به شرایطی که الان هستن تو همشین بحری و این زیزه کاملا حد اکثر بهره برداری سوء استفاده حکومتان دولتان کنگن و قبیلهان بر علیه همدیگه طایفهان قومان بر علیه همدیگه شوریه نگن و مخصوصا یه دقت کنیم ماشما زندگی بسیار زندور معاشیات اقتصاد زندگی چطور که بلوچ برحال سرپناهی بیویتی لاپا سیر بکنه پوشاکت بیویتی برحال بانوان یک انسانی به اشی بنیادی ترین نیازی این که هر موجود زنده را هستن توشان وقتی که این حکومتان بلوچستانی تها فقر ناداری به عنوان یک ابزار گلاشن استفاده کنند به همین خاطر که این ملکانی تا زیر ساختان حساب کن برای
اقتصاد و برای فرهنگ و برای زبان و برای بهداشت و برای کلا کارانی که لازمه به من نکردگندش شیند که بلوچ از جنبهان مختلف متاسفانه در حالت فقره. همین جنگان طایفه‌ای نشانگر ایشین که از نظر اجتماعی فرهنگی ما عقب مانده متاسفانه و به همین خاطر است که این حکومتان داره حد اکثر سوء استفاده کنن که ما را به شکل قومی گو هم دیگه جنگ بدن، به شکل طایفه‌ای و قبیلی گو هم دیگه جنگ بدن. در این کشی سک مهم است که ما بلوچ پهکان باید اولا متوجه ببینیم می دشمن گو ما چیه کتا و چیه کنگه. دوما با تمامی بدبختیانی که حکومت پماش جور کرده باید همین کوشش بکنین که گو اتحاد گو همبستگی گو توانید بر علیه پندلانی که سازنده حکومت ها مقاومت بکنه و وطا را به شکل متحد داشته ببین. در غیر این صورت بجنگی گپی متاسفانه شما مدام استفاده کته و مدام کنگن به شکلان مختلف بلوچه را بجنن گار کنن بیگم و بیگوه بکنن توشان. من گپ هم تمام یه باره دیگه شما کامل و پکانی توضیح داد. واجب ولدی ما پدا شما نمیگه کنیم پیسر چه که ما جسته بکنم واجب بندوی عبر تکمیل کنه گاشه که ایران حکومت برال معترض شهرک سازی هایی که اسرائیل فلسطین تو یا ما کرانه باختری کنه ولی دقیقاً همین اتفاق انی اما نوار ساحلی بلوچستان که بگیم مردم ها کوچه اجباری دارن و وقت شهرک سازی کنه و این هم یک مهم مسئله واجب ولدی ما همین مسئله باره هم لطف شما رو جست بکنم بله در کنار اجتماع لطف بزنم که نوکین سال که شروع بیتا بلوچستان و سمانگل یا حزب مردم بلوچستان برنامه پایشن که ایران یه تهران دیما بگیرید چه در داخل کشور چه در خارج از کشور شما برنامه چیه و شما توصیه پا داخل مردم چیه؟ سلامت و من ادامه بران رین باید بگوش شما که وزارت ترا باید وقتی دولت مرکزی بیت یعنی مرچی دنیا تو که یوشن که ترا وقتی دولت ملی بیت آویتی ور آرامش بیت دولت ملی که مردمان حساب آبیدن. بلوچستان تو که بعدی که نصیر خان نوری حکومت بوده گوشند که بلوچان رای بهادر اتورام کتاب نوشته تاریخ بلوچستان آیه وحدا بلوچان جنگ نکوته اگه جنگش کوته زحمه پشتش سورته که یک دیگر هم کشن چون قانون مندی بوده و دیگه دوره یک به صلاح زیگریان حکومت بوده گرد ولیدیانی شو یک به صلاح چاره ایدودان حکومت قوی بوده یه تیما هم بلوچ فرهنگ و تاریخ ها مثلا هیچ دابی کشتکوش کم بوده دوزی هم کم بوده برچه که بلوچ وقتی حکومت مرکزی بوده و سوئد هم یک مثلا مطالعه بوده گرد البته قدیمی مطالعیت 10-15 سال پیش گرد ولی خب تاریخ شی چارته گرد سوئد که چطورکا بوده پیسرا تا هر وادی که سوئد حکومت مرکزی نسور بوده و دا جنگ و جیره و کشتکوش بیشتر بوده و بلوچستان خوب بعد که اشغال مسلما حکومت کوشش کرد که بلوچستان تو کا جنگ جور بکنه انگلیس سیاست می بوده که جدایی بیار و حکومت بکن و ایران همه سیاست ارث برده بلوچستان و هم نگاه همین کارا انجام ده و همین ده پیسرتر ما گشت بعد که ایران روی نسل کشی بکن بلوچستان جامعیت تغییر بداته یکی دلیلی همشین که آیان بلوچستان سکن شهرین جای بلوچستان یکی چه بهترین جهان دنیا ایگان ولی متاسفانه مروچیان چه مشمگنده یه دعوا اشغال بوده و دیگرانی دستید بلوچ بودی دستان نه بلوچ به صلاح دریای آنی مگه بیچاره خلیجی مورکان در حال که آب هوایش نه سرزمینش بلوچستان دعوا نه پراین نه شهرین ولی تا چه اندازه مرچی دیمایند که دنیای نه گوشند که مثلا 18% دنیای تجارت تقریبا چه امارات متحده عربیه گزیده یک دادی قراردادانی که هند بندگان ایران بندگان آفریقای بندگان بغیر و تیگانش همو دا بندگ بنده دلیلی همشه که امنیتی هستن دلیلی همشه که وقتی حکومتش هستن حالا وقتی حکومت تا توانه طریق فدرال هم جور بکنه و یا طریق استقلال ترابیتن بل باید وقتی حکومت بی مردمان حکومت ما پامش کوشه که ایران تنها فارسان حکومت ملی مبیته بلکه بلوچانی کردانی ترکانی دیگه ملتان حکومت ملی بیته اگر لوچید که در مردم برابری و یکی زندگی بکنند اگر نه خب بلوچ باید وقتی راه در بگیرید پس بی حکومت ملیت نتونه مرشی دنیا تو کا پیشرفت بکنه پس دنیا شرایط همچین دنیا نه حالا بلی یکی وشی که ندانه ما حکومت امارات اسلامی اد کنه یکی وشی ندانه ما حکومت کمونیستی اد کنه بله شان خب بی هم لوتن بلوچ فرهنگ و بلوچ دو در بیده پدی دا بود دا حساب کنه بله اصل موضوع همش بلوچ باید وقت حکومت بیتن و ای بلوچ سرا بیتن نه شی که مثلا دیگه قانونی سرا بیتن که مثلا آی خارج به اصطلاح اصل مقدم ما
بلوچ معلومات دیگه چیز ایدئولوژی اهمیت بداده یه شین بیتن. خب در رابطه باشه که بلوچستان ما خوبیه که ایران حکومتی کاران کنه، اسی سر ما کوشش کنه که دنیا رابطه جور بکنه، سازمان ملل بیتن تا کشوران دنیایی ببنده سرپدش کنه. پرچه تنها کپامو بلوچان ضرر نه، شی په دنیای دنیا ضرره. خاص ایران حکومت یه برنامه‌ای که هستن شین که لوټیت که هما به اصطلاح پرچه هر دولت یا امپریالیست یا وتی ایدئولوژی پکانه، ایران ایدئولوژی، شیعه ایدئولوژی، اسلام ایدئولوژی استفاده کن، اسلامی سیاسی کوتا اشلوت استفاده کن. گندگی که هما ودیک بلوچستانش هم ایران داد و انگلیس کتابان نوشته ایران نتوت روسی نیمه گبروتن آنگو ترکیه عثمانی دیوار داشته گد و روس شای زمین گرگد ما یه بر بلوچستان داد ایران مثلا پاک نزور ما بیتن و هندیگاه هم ایران گندگیند که نتوت روس نیمه گبروتن آنگو کاری انجام داده. غرب نیمگاه که عراق و آن نیمگاه دیستند که مثلا وقتی که اسرائیل چون که وقتی که سوریا حکومت بدلیت ایران نتوت اسد کمک خامنه واقع آسمان و زمین اسرائیل و آمریکا بستگان آن نیمگاه بستگانش لوتی که بلوچستان خود چه پیسر تاریخ بوده که مردم تون گشته بیاریتن لوتی که خلیجی ملکان سرا بسلا یکم که اینگو وتی انقلاب صادر بکنته که وتی امپریالیستی ویژن دیم آوردن یمن اگه دیم ترا بلکه فکر مثلا سعودی عربستان سعودی یا دیگه نیمگاه بتونتی کاراب کن پاکستان نیمگاه افغانستان نیمگاه یه درست کنه ایران حکومت تاران ماشاءالله لوت دنیا درست کنه یه چیزا سرپد بکنه که ایران یک همچین کاری کنه چه نه تنها ما بلوچن ضررن بلکه ایدرو دنیای ضرره و اشیاء که بعدش سرکار بیت و مسلمان بلوچ معلوم کمیدا مار کسام همیه برکنه همیدا که بلوچستان شرقی آنگاه پاکستان اپریشن انجام داد همی به اصطلاح دکتر مهرنگ و دیگه مردم دستگیر بودن پاکستان یه ملیتری اپریشنی بوده و امروز پای ایران هم بود انجام دهید و چینی هم یارتک بود کاریتن روس هم کاریتن کایا وتی واهگ هستن پدر چین یا بود پدر بلوچستان از را گندگان ظلم ایران یکی دو بای بیتن سه برابر بیتن گشتر بیتن روس کاری پدر گشتر به پس آن چه ملک نه اند که مردمان پیگرابان یا دیگه مردمان پیگرابان ته بس مثلا یک خاصی لی که واسطه کار کناته یا چین بیتن روس بیتن یا وتی ایران بیتن یک کار انجام دهند من کوششم شین که از بین المللی شما مطرح بکنین و اگر دستی برسیدین خب نیویورک را با وقتی خاصی مثلا زار رو خرج لوتیته مردم بروتین بوده ایندیجنس فورم هستند که مثلا مردمان بومی مثلا وقتی حق حقوقی هستند حق تعیین سرنوشتش هستند وقتی سرزمین مالکیش هستند مثلا ایندیجنس فورم یا مردمان بومی مثلا منشورنامه یا منگنامه سازمان ملل هستند آی تو کنوشتن ما کوشش کنیم شون سر کار بکنید که دنیاشون سر سرپد بیته و اشیا ما در زمین که امیدا که بلوچستان شرقی رانچشی که پاکستان و بلوچستان سر این چه زور بوده لوتی بلوچستان چین هم بیاریته دیدن مزنی زومبشت مونگیش بود که تا هاگه دیم رواگین و ایران هم همیدا هستند و همیدا بیت هم ایران هم باید بزند که بلوچی تو ملک هنچو ندادند شما شو باید سرپد ببین که خب مقاومت دنیا تو که هزار طریقه بانده یکی وقت چپ نیمگزانته یکی وقت راست نیمگزانته یکی وقت اسلام نیمگزانته یکی وقت دین نیمگزانته بله هر دامیز رومبشت یک بلوچستان هستند و یک پاک ایران حکومت آیه سرمسیره قبول نکنند هم یک روانتی که داره تمامی مردمان در کنه و جنانتی که پس بلوچ زمینان گره اشابتش بحری سے بلوچ جنبش به اصطلاح آزادی بخش آیند و ایشان یکی دیگه چیزی که مثلا ما مخالف به استفاده خشونت ولی یک چیزی مردم باید بزنند که ایدامی کاران متاسفانه اختلافان گشتر کند مبارزه مسلحانه کارند به جاش مبارزه مدنی ها متاسفانه ایران حکومت مبارزه مدنی واسه جای نشته و میدونم متاسفانه گنده آنی مگم وقتی که چه مردمی دکتر مهرنگ داوی دستگیر کنک بیتن و مردمانی که یتکن لاشش وتی ورند که بابا جانشان پرچی کشاگ و پرچی مردم کشاگ بانتن نشان جنان تو باندن تو گرانته گرا دیگه مدنی مبارزه جای نمانیت مبارزه گرا کجا باید بروت مردم چی بکنند ادانید که متاسفانه یا ایران حکومت یک همچین جاوری جو کتا که بلوچستان تو کا جنگ میتن وقتی هم نامی جو کتا میرا تو کاش 800 بلوچ مثلا هم یکین 2024 کشاگ بوده یه همه چیزی که ما حکومت مرکزی نیست ایران حکومت متاسفانه بلوچستان تو کا یک حکومت اشغالگری و این حالتی است که ما باید ما کوشش کنیم بلوچ بجاش که ما یک دیگر رو بکشیم حالا هون هر کسی مهمه نباید یک هونی په بلوچستان واسه دیگه چیزی دا واسطه کوشش بیتین بله اگه قرار بمیره وقتی بیرگیرگان گرگ ما کشیم به خاطر شی کتاب برات کشته ماتی برات کشته یک دیگر رو بکشیم بلکه وقتی ملک گرگ واسطه کوشش بکنه که ملک آرام شجور بیتین ما جامعه شهر بیتین باسی بکنه کشته کوشا
ایران حکومت مشور همین چو ساده و تا بدرنجی کلمه که من همیشه استفاده کنم فرق نکنه ترا اطلاعات چی دیگه سپاه ترا یک کارا دیگه همین بلوچستان باش کو کتگانتش یکی استاندار یکی بخشدار و یکی فرماندار بله اصلی قدرت کی دستیم بس باید نیروان انتظامی فرماندار و استاندار دستم بلا فرماندار و استاندار دستم سپاه دستان تو که رو استاندار به یه استانداری شری چی کنه تو که رو فرماندار به شهرداری تو چی کنه شهردار که مثلا سوئد هسته 30% مالیات مایدا سوئد کار کنه و استکهلم منی مالیات منی هر چی حقوق هسته 130 منی کمون بارته منی شهردار بارته که پس مدرسه و کار کن ایران یک شهردار به چی مالیات پیچه مردم شهر پرچی هم کارانی بکنه که تا بدنام بکنه تا گونشان بهتر همشه که ماشوا بلوچ یک راهی در بیگه که با تا چه اشغالگری بچوتینه و خوب مسلما تا ایران تو که دیگه ملت هستن که فارس و کرد و ترک و ترکمن آیان آلکر و هر کسی مثلا یک اندازه ظلم سر بیتن درست ممکنه بلوچ و عرب و کرد اندازه ترکمن اندازه ظلم نبیتن بر خوب هر حال درست کنن سر ظلم بوگین و دیگه وقتی تا یک کاری مردم بکرد که چه حکومت تا بچوتینی و بلوچ باید مثلا وقتی راه بروتن و یه بریم ما بلوچ نباید کاری بکنید که چیزی که مثلا نمیده و کریما نام گفت مثلا مهراب خان و انگریز اول رنده شهید بودن ماشا بلوچ باید وقتی راه در بگیرین و کشورانی که تونن کار بکنه و مردمانی که تونن کار بکنه آچه ایران آبانت ملتان و در ملتانی که من نام گفتم پیسرا و یا دنیای تو که راهانی در بگیرین که بتونه پوت ملت یک شهر سرانجامی در بگیرین احساسات او اشیا که مثلا من شهید بودم من کشک بمون په اسلام نامه په نزانو کمونیست نامه دیگران بله بیایم بلوچستان کارا دیما بریم و راهی در بگیریم که منافع بلوچستان دیما بروته بشی که ناصر واشنام بی بدنام بی جانزی بشی مهم نه مهم شه که بلوچستان شهر بی مادر واشنامه چه زندگی یا مرتگی بلکه بلوچستان شهر نه بلوچستان غلامه ما چه زندگی یا مرتگی ما بدنامه فرق نه که هر کسی ببینه سلامت منتوار واجه بوله چه که سنگت من اشاره کنیم که برنامه بعد تمامین و ما تشکر کنیم چه هر دو مهمان واجه رحیم بندوی و واجه ناصر بولیدی که شما مرچی بودی و اشت آریان تیوی گپوتران برنامه برزورد و انچو بانوکو واجهانی که چه هر کجای دنیا گپوتران برنامه چارو کند ما دیگه رنده شما را نوکن سال و بهارگاه تبریک بشیم و امیده که دیگه برنامه ها میگن چو هر هفته دنبال بکنه و دیمی هفته ما پدا در رابطه با تحولات مختلف بلوچستان چه مشرقی مغربی شمالی ما دا گپ جنی برنامه و مهمانای مختلفی چه مختلف نقاط بلوچستان و گوما همراه بید شما درستان روی چواش بود